هلو گایز، خوش اومدید. امروز اومدیم برای انجام یه مصاحبه بین افراد و امیدوارم که از ویدیو امروزمون خوشتون بیاد. بریم برای شروع ویدیو. خب چند سالتونه شما؟ من 30 سالمه. مجرد یا مطلق؟ بله مجرد. خب دوست پسر دارید شما؟ بله. نظرتون راجع به جاست فرند چیه؟ دوست معمولی جنس مخالف. اگه واقعا جاست فرند باشه و حد و حدود رو رعایت کنه از نظر من ایرادی نداره، ولی خب کم پیش میاد، یعنی بعد از یه تایمی اکثرا خب فازشون دیگه فرق میکنه. شما خودتون جاست فرند دارید؟ من در حال حاضر نه. دوست پسرتون داره؟ اونم نه. خب یعنی مشکلی ندارید اگه دوست پسرتون داشته باشه اگر حد و حدودشون رو رعایت کنن؟ نه مشکلی ندارم واقعا، ولی میدونیم که اکثرا رعایت نمیکنن حد و حدود. بله. خب خیلی متشکرم ازتون. یه لایک به دوربین نشون بدید. خیلی ممنون. داداش دوست دختر داری یا نه؟ نو. اگه داشته باشی با اینکه طرف جاست فرند پسر داشته باشه موافقی یا نه؟ اگه آره اوکی. اوکیه؟ یعنی نمیترسی از اینکه طرف لاشی بازی در بیاره؟ خب دیگه از همینش یه خود میخواستم بگم میترسم، ولی خب اگه اون لاشی بازی رو در نه اوکی. خودت جاست فرند دختر داری یا نه؟ آره. لاشی بازی طبیعیه بعد نه لاشی بازی در نمیارم. خب ولی خب یه چیز طبیعی عادی سازی باید بشه دیگه این داستان و همه دارم سر هوا و هوسی رو ول کنه یا دل کسی رو بشکنه. و یعنی موافقش؟ آره موافق. خب یه لایک به دوربین نشون بده. شما دوست پسر دارید یا نه؟ بله دارم. دوست پسرتون جاست فرند داره یا نه؟ شاید داشته باشه، نمیدونم، من ندیدم. خودتون چی؟ نه سنم کمتر بود چرا داشتم، ولی الان نه. خب با اینکه دوست پسرتون جاست فرند داشته باشه موافقید یا نه؟ اگه حد و حدوداشون رو رعایت کنن آره. خب حالا اونجوری که معلوم شده کلا جاست فرندا یه مقدار لاشی بازی در میارن. شما نظرتون آره نظرتون راجع به این چیه؟ اینکه لاشی بازی در میارن؟ بله. خیلی هم خوبه. عشق کنن چیکار کنم؟ آخه دیگه نمیشه جلوشونو گرفت، هر جور که دوست دارن باید زندگی کنن. اگه مثلا واسه من خط قرمز من نمیتونم تحمل کنم، خب میتونم تو رابطه باهاش نباشم، اون بره به زندگی خودش هر طوری که میخواد ادامه بده. خیلی ممنونم ازتون. یه لایک به دوربین نشون بدید. داداش میخوام بدونم نظرت راجع به دوست معمولی چیه اگه دوست دختر داشته باشی؟ خب یعنی چی الان؟ دوست معمولی پسر، مثلا دوست دختر تو با یه پسر دوست معمولی باشه، جاست فرند. به نظرم اوکی. خودت دوست معمولی داری؟ آره. دوست دخترم داری؟ اونم داره دیگه، یعنی داره اوکیه. البته ازدواج بحثش فرق داره. اگه ازدواج باشه و طرف مقابل نخواد نباید کار انجام بدی. یعنی به نظر دوست معمولیش لاشی بازی در نمیاره؟ نه فکر نکنم. شاید هم در بیاره. شما خبر نداری؟ من که خبر ندارم. دمت گرم. شاید من خودم لاشی بازی در بیارم. خودت در میاری؟ من در نمیارم. خدا باشی. اجازه پخشم میدی؟ یه لایک نشون بده. سلام. شما دوست پسر دارید؟ من نه. اگر داشته باشید با اینکه جاست فرند داشته باشه موافقید یا نه؟ نه مخالف. خودتون دارید؟ منم نه ندارم. واقعیتش از نظر من یه مشکلی که دارم اینه که حس میکنم که اون یه به چشم رقیب میبینمش، چون اینجوری که تو رابطه‌های قبلیم بوده و اینا حس میکنم اون نمیتونه فقط به چشم رفیق نگاه کنه. حس شما نیست واقعیت. آره دیگه. بعد شاید نمیدونم، شاید آدمی که با من بوده اینجوری بوده، ولی آره دیگه. خب پس موافق نیستی؟ خب یه لایک به دوربین زحمت نشون بدید. سلام علیکم. آقا دوست دختر داری یا نه؟ من داشتم. خب حالا فرض رو برای این میگیریم که با یه دختر دیگه بعداً آشنا بشی، یه دوست دختر جدید. خب
با اینکه جاست فرند پسر داشته باشه موافقی یا نه؟ آره اوکی مشکل. خودت جاست فرند دختر داری؟ آره. داری؟ دارم. خب یعنی نمی‌ترسی پسر لاشی بازی در بیاره؟ نه خب من هستم دیگه. خودت لاشی بازی در میاری؟ آره. نه من لاشی بازی در نمیارم و اگه اون در بیاره من هستم اوکی میکنم دکمه‌شو میدم. خب دمت گرم. پس غیرتی آره. جایی که ببینی لاشیه وارد عمل میشی. آره. و اینا دوست باشن رفیق مشکلی نداره. دمت هم گرم. آقا سلام. سلام عرض. داداش دوست دختر داری یا نه؟ بله دارم. نظرت راجع به جاست فرند چیه؟ دوست معمولی جنس مخالف؟ جاست فرند به نظر من یه دوستیه که خب جاست به نظر بستگی داره. آخه بعضی هستن از حد میگذرم اون خب قضیهش فرق داره. خب یعنی خودت داری؟ نه من ندارم. دوست دخترت چی داره؟ نه اونم ندارم. اگر داشته باشه؟ اگه داشته باشه شاید آخه نمیدونم ناکن بستگی داره تا چه حدی پیش برن. ببین خودمون میدونیم خب پسریم. دوست دخترم دارم نه حساسم واقعا من خیلی حساسم ولی شناختی از دوست دخترم دارم جاست فرند اگه داشته باشه اوکی. خب اگر مثلا باز نسبت شناختی که از پسر داری و میدونی حالا اون ترفنداشون برای خراب کردن رابطه تو و بعد نزدیک شدن به طرف، راجع به این هم اعتماد کامل داری؟ آره. خب هم موافقی؟ بله. خب یه لایک به دوربین نشون بده. لایک. سلام. سلام عزیزم. دوست دختر داری؟ نه. حالا فکر میکنیم که بعداً با یه دختر دوست بشی، خب با این که طرف جاست فرند داشته باشه موافقی یا نه؟ بستگی به خود طرفم داره. مثلا وقتی من جاست فرند ندارم لزومی هم نداره اونم جاست فرند داشته باشه. خب خودت جاست فرند داری یا نه؟ نه. و اینکه دوست نداری دوست دختر آیندت هم مثلا جاست فرند داشته باشه؟ آره دیگه بستگی به رفتارهای خودش هم داره دیگه. نظرت کلا راجع به جاست فرند چیه؟ پسرا به نظرت لاشی بازی در میارن با دوست معمولی دخترشون یا نه؟ ببین پسرا وقتی لاشی بازی در بیارن اون دختر باید بفهمه و درک کنه این داستان. همه چی بستگی داره از نظر من به دختره، چون پسرا کار خودشون رو میکنن. خب پس منظور یه وقتی که طرف دختره ادامه بده به اینکه با اون پسر دوسته، با اینکه میدونه پسر لاشی بازی در میاره، پس مقصر میشه دختره. 100% هم. توش لایک و نشون بده. سلام. مصاحبه امروز ما راجع به جاست فرند، چیزی که مثل این که با توجه به سوالی که پرسیدم شما دوتا جاست فرند. بله. خب پس تاییدش میکنید. بله. نظرتون کلا راجع به جاست فرند چیه در مورد کسی که خودش دل داشته باشه؟ خب به نظرم اگه هر دو طرف موافق باشن خب خیلی چیز قشنگیه دیگه. بعد اگه قدیمی تر از اون ریلی باشه که زدن خب قطعا چشمی نداشتی که ریلش نشده که تو اومدی دیگه، بس دلیلی نیست که بخواد مثلا مخالفت کنه ریل با این داستان. شما تاثیرگذاره. فقط یه چیزی، بعضی هم هستن بعد از اینکه طرفشون ریل میزنه تازه کرمشون شروع میشه. این موضوع هم هست. بعد شما تایید میکنی؟ دیدم. منم دیدم که میگم. ولی خوب ندید زیاد. مثلا جاست فرند به نظر من بهتره، چون مثلا چوری بگم تعهد نداری. آره اینجوری بهتره. خب بار سنگین تعهد روی دوشت نیست، ولی خب طبیعتا یه سری حسام که وارد میتونید تجربه بکنید با جاست فرند نمیتونید. فقط دو چیز متفاوتن. بله 100%. خب بعد تایید میکنی؟ بله. یه لایک به دوربین نشون بدید. دوست دختر داری؟ حالا اگر با یه دختر خانم دوست بشی با اینکه رفیق پسر داشته باشه موافقی یا نه؟ خودم چون رفیق دختر دارم باش موافقم، ولی اگه بخواد لاشی بازی در بیاره میزنم داره. به نظر رفیق پسر لاشی بازی در میاره یا نه؟ من واقعا یه پسرا رو میشناسم، خودم پسرم میدونم چیکار میکنم. ما خودمون میشناسیم. دمت گرم. شما متعهدید؟ بله. میخوام ببینم اگر همسرتون جاست فرند داشته باشه موافقید یا نه؟ باید راجبش فکر کنم ولی به نظرم اوکی اگه جاست فرند باشن. خودتون جاست فرند دارید؟ خیر. و اینکه از اینکه حالا اون جاست فرند زیرابی بره
نسبت به اون چه مقدار ترس دارید؟ از 1 تا 10 میتونید بگید. یعنی اگه جاست فرند داشته باشم اون زیر آبی بره یا همسرم؟ اون زیر آبی بره طبیعتا. خب احتمالا 6. خب پس میتونید تا یه جایی تایید و تا یه جایی ردش بکنید. آره یعنی کاملا مخالفش نیستم، ولی یه مقدار تو نسل‌های جدید این قضیه پذیرفته شده تره، ولی برای 10-60 یا شاید 10-50 یا 40 این قضیه ناآشناست و یه مقدار هم اگه بخوایم جنسیتیش کنیم آقایون گارد بیشتری دارن راجبش که میگن امکان نداره ما بتونیم با یه خانومی مثلا جاست فرند باشیم. 100% درست. بله بله درسته. خب پس 50-50. آره بستگی به آدمش داره. من خودم ندارم جاست فرند ولی نمیتونم من کامل ردش کنم. ممکن هست که توی شرایطی دو تا آدم بتونن فقط با همدیگه دوست معمولی باشن. آره میشه. با اینکه دوست دخترتون رفیق معمولی پسر داشته باشه موافقید یا نه؟ نه اصلا. چرا موافق نیستی؟ یه دوست دارم با کسی که رفیق میشم با خودم باشه، یعنی رابطه نداشته باشه با پسر دیگه. شاید چون 10-60 فکرمون یه ذره سیستر قدیمی و یعنی ترجیح میدید مال خودتون باشه فقط. دقیقا. سلام. سلام. دوست پسر دارید شما؟ نه. حالا فرض میکنیم بعد اینکه شما در آینده با یه پسری دوست بشید، دوست معمولی نه، شما با این که طرف دوست معمولی داشته باشه، جاست فرند داشته باشه، موافقید یا نه؟ جنس مخالف؟ بله. آره. نمیدونم. خودتون دارید؟ آره. بله. پس شما نمیدونید؟ شما من موافقم. اشکال نداره. تصدیقی داره. به چی؟ آدمش. یعنی محافظت شده دیگه. در واقع یه جورایی خطا مرز و حد و حدودی که مشخص میکنی اگه عبور نکنن اشکالی نداره. و حالا از اونجایی که اکثرا توی روابط جاست فرند لاشی بازی در میارن، نظر شما چیه؟ از اون موضوع برای خودتون اتفاق افتاده؟ نه من برام اتفاق نیفتاده. من چون یه دوست پسر دارم خیلی رابطمون عادی و خوبه، واسه همین من اصلا یعنی اعتقاد ندارم. شاید واقعا آدمایی باشن که عوضی بازی در بیارن، ولی من برام چون اتفاق نیفتاده نمیتونم زیاد یعنی ایده‌ای ندارم، نظر ندارم. پس فقط یه دونه دوست پسر دارید که به جز اونم چیز نداشت؟ همه چیز عادیه، یعنی یه رابطه خیلی عادی دوستانه است باشه. خب من مشکلی ندارید. یه لایک به دوربین نشون بدید. آقا سلام ارادت. داداش دوست دختر داری یا نه؟ نه. اگر داشته باشی با اینکه طرف دوست معمولی اجتماعی داشته باشه، جاست فرند، جنس مخالف داشته باشه، موافقی یا نه؟ یا نه خودت داری یا نه؟ ببین خب فرق میکنه دوستا تو زمینهای مختلف و این حرفا، چون یه سری هستن توی حیطه کاری هن، یه سری هستن توی حیطه آگاهی هن، یه سری هستن اصلا همسوقتن، همراستاتن. ولی خب جاست فرندی که مثلا بیاد توی زندگی، توی بودهای زندگی بخواد دخالت کنه، یعنی که فردا پس فردا مثلا توی این حال و هوا باشه که بیاد مثلا نزدیکتر بشه، حرفا یه ذره قضیه رو خراب میکنه. چه بسا دو طرف ها، یعنی هم پسر هم دختر. پس مخالف. مخالف هستن، ولی یه سری جاها چون روابط اجتماعی باید بالا باشه، توی سری از کارها مجبوری ارتباط برقرار کنی. میشه میگن؟ یعنی نمیتونی مثلا عقب وایسی، چون عقب وایسی خودت از دایره به اصطلاح کاری دور میشی. در واقع اون یه گروه کاریه. آره که یه مقدار آره. ببین هدف باید اول مشخص بشه دیگه. حالا توی دوستی، توی رفاقت، توی هر چیز هدف باید اول مشخص شه. آقا من توی این هیته میخوام، توی این پروسه زمانی میخوام با شما کار کنم، فقط مسئولیت من در مورد کاره، هیچ چیز دیگه ای نیستش. حالا با کسی اگر رفیقم باشی، فاق باشی و فلان این حرفا، اونم باز قضیهش فهم کنی. شما باید اون اطلاع رسانی انجام بدید در اصل پس خفی نخوری. این داستانه. خب پس با توجه به موقعیت اجتماعی اون دوست میتونید بگید که موافقید یا نه. ببین این جواب آره یا نه قطعی نیست. می‌دونی چی میگم؟ بذار بازش کنم بیشتر یا بازش نکنم بیشتر؟
میتونید بازش کنید بیشتر. نه نمیتونم بازش کنم بیشتر. اوکی. ولی میگم اول هدف باید مشخص بشه و نظام همسرداری، نظام پارتنر، نظام این حرفا کلا یه چیز خیلی گسترده تر از این چیزی که بخوام من تو فکر کنیم نسبت بهش، چون 10% درک متقابل، 10% شعور، 10% همنشینی مغز هاست، 10% گنجایش مغز هاست و 10%شون رابطه و بیرون رفتن و ولی متاسفانه چون دوران اتصال پروری هستش، همه چی دایرش هم تموم شده و رسیده به اون دو تا گزینه آخر و متاسفانه تاریخ انقضا ها هم تغییر کرد. تاریخ انقضای رفاقت به 6 ماه رسیده، تاریخ انقضای عشق و علاقه این حرفا به 1 ماه و 1 شب و 1 روز 1 ساعت. متاسفانه این نظامه رو اگه بتونید که چارچوب نگه دارید، اون واژه همسر صدقیت پیدا میکنه. چی میگم؟ این علل خصوص به اصطلاح نسل نوین، نسل زد یا نسل 80 این حرفا شاید به کارشون بیاد. چی میگم؟ چون یه گارد ویژه‌ای دارن. اگر این نظام رو بتونن درست واژه سازی شده، یعنی واژه سازی رو بشنن با اصولی بشنن درست بگن که آقا این قضیه اینقدر داستان داره و این حرفا کلا نه من نه شما به سری مشکلات نمیخورد. فرهنگسازی درسته. بس فرهنگسازی درست. چی میگم؟ ولی در هر صورت نه اشکال دارد نه اشکال ندارد. این چی میگم؟ پس دیگه تو دو طرف دارد. این که طرف مقابلت موافق باشد یا نه. یه لایک نشون دوربین بدید. سلام. شما چند سالتونه اول؟ متولد 72. خب شوهر دارید؟ متعهدید؟ مجردم. خب حالا فرض رو باید دوست پسر میذاری، مشکلی نداره؟ خدا رو شکر ندارم. حالا فرض رو برای میذاریم که دوست پسر هم دارید. اوکی. یه موضوعی راجع به جاست فرند و دوست اجتماعی مطرح شده حدود 5-6 ساله که این اوج گرفته. میخوام ببینم که نظر شما راجع بهش چیه. خب نمیدونم سوالتون چیه که بخوام جواب بدم. نظرتون راجع به این که مثلا دوست پسرتون جاست فرند دختر داشته باشه، یعنی دوست معمولی ولی جنس مخالف داشته باشه. خب نظرتون چیه؟ موافق، مخالف؟ مخالف. توضیحش خب قشنگ نیست که مثلا دوست پسر من باشه بعد بخواد دوست اجتماعی یا به قول شما جاست فرند تو اینا داشته باشه. نه من دوست ندارم. و برای خودتونم دوست نداری؟ نه چون خودم این سبکی نیستم، این مدلی نیستم که بخوام حتی به جنس مخالف خودم هم خیانت بکنم. نه. از نظر شما خیانت این موضوع دیگه؟ آره. بله. پس مخالفشید؟ دیسلایک به دوربین نشون بدید بی زحمت. پشت صحنه فیلم برداری امروز واسه سوالات و گزارشات با علی داره. علیه. خب دوستان تا اینجا ویدیو اگر با ما همراه بودید خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این مصاحبه و اینکه نتیجه گیری کلی این بود که یه تعدادی نمیدونستن موافقن یا نه و یه تعدادی موافق بودن، یه تعدادی هم مخالف. من به شخصه از اون دستم که معتقدم اکثرا مخصوصا از طرف پسرها زیرابی رفته میشه داخل روابط و خب اینم اعتقاد خودم، مصاحبه با خودم بود که مصاحبه پایانی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی ممنونم ازتون تا اینجا ویدیو با کانال ارشیدند بودید. خدا نگهدار و مراقب خودتون باشید.